کار برو میگی؟ وطندارای عزیز این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید. گپایش ماشاءالله شعری است. چقدر خوب شعرها میگه. والا بخیر رقم شعر گفته رئیس. حالا دیگه چی بگم؟ همون شعر میگه داشت کم سر اگر یک قیتاس مر میتر کس شنوال میره کس سینوای پامیر خداوند خودت نکنه دیر ما را نه قیماق گیر کرد نه پنیر. بسیار عالی. ها بدر قربان مقصد ساعت دوستا را کنیم تیر ساعت دو سال کنید واقعا ساعت ما تیر شدیم کل گفتنیاش مثل شعر بود وزن هم داشت قافیه هم داشت واقعا هیچ بی وزن قافیه نبود. تشکر از نظر دور باشی از قدر منایس یک برابر اما تو برات میگم بلکشهر کلش مختصر. بسیار عالی بسیار عالی. پالوان داوود عزیز پالوانی هم کردی؟ والا دیگه هم لطف میکنی هم مهربونی یک ما روانی یک دو سال کردیم پالوانی. بسیار عالی بسیار عالی. خب دیگه چی خوش داری که دیگه کدام رشته رو تمرین کنی؟ دیگه بدر دور باشی از خطر نام خدا هم پانتون خواندی هم مکتب پالو شدی ماستر پالوانی را خوش دارم بعد از او رشته بکسر. بیشک حالا بیشک آفرین. خوب است. کل گپا رو میتونی در شعر بگویی؟ بله دیگه کم و کثیر خب جورش میکنیم به امر الله بیشک داد خدا. از چه وقت فهمیدی که تو توانایی و استعداد شعر گفتن نداری؟ این دیگه صاحب زیاد وقت میشه 10 سال میشه که تمی کار هست کم و کثیر بدر جور میکنیم استعداد خدایی است. خب یک شعر که همون تو جور کرده باشه خب بدلت باشه همون تو از زیر دل بر ما دکلمش کن. تو رسایی که میگه چیزی که از تعیان حاجت نیست به بیان آفتاب بدو انگوش هیچ وقت نمیشه پنهان تا دوت پخته نبود نکنی شوق پارتمان سنگی که وزمین باشه ماچ بکو در جای جان مردای آنین از ورزشکار و پهلوان خدایت یاد باشه حریفت از گریزان شاهزاده زنده باشه پیش ما هست میمان. سلامت باشه زنده باشه. با وطن هم کدام شعر گفتی؟ با وطن والا دیگه وطن چی را کنیم زده کن بسیار زیاد داره دشمن دیگه کلتان پیش ما شیر بچای وطن حریفا کی میتونتن. زنده باشه. سلام.